سلام عزیزان. آدینه است، هوا آلوده، زمین سرد، آسمان سرد، همه چیز فقط زنده موندن و باقی موندن، نفس کشیدن با زجر رو برامون گذاشته. ولی خب این دلیل نمیشه که زندگی نکنیم. ما کشوری هستیم که مورد ظلم زیاد قرار گرفت. شاید داشتن و ثروتمند بودن یکی از گناهامونه، ولی تو تاریخ اومدن زدن، رفتن، کشتن، نابود کردن. حالا هم یه قسمتی اینجوری داره میشه، به زور میشه نفس کشید. ولی زندگی معمولی میخواستیم، نشد. حالا زندگی خیلی معمولی. امیدوارم که به زنده بودن فقط قانع نشیم، یا فقط هدفمون این نباشه که باشیم. فقط اینجا مثلا کوهستان‌های لواسون شهر پردیسه، قسمت بالای پردیسه، باید خیلی باصفا و آباد باشه، ولی نیست. خب چاره ای نیست، بازم باید زندگی کرد. یه قدمی میزنیم، یه نگاهی میکنیم، سعی میکنیم کمتر افسوس بخوریم، سعی میکنیم یه جوری خودمون رو فعلا با روزگار تطبیق بدیم، ولی قانع نباشیم، نه تسلیم بشیم. ولی خب با این وضعیتی که دکترامون، پرستارامون، جوانامون مایوسن و در حال خودکشی کردن و نابود کردن خودشون، یه ذره سعی میکنیم زندگی کنیم، با امید اینکه یه زندگی معمولی داشته باشیم، از خیلی معمولی ترقی کنیم به معمولی.